سلام و درود به شما برادرها، اپا و خواهرها. ما و شما بهترین انسان‌هایی هستیم که در روز اول جمعه ماه شریف رمضان که دهه رحمت است قرار داریم. با این خاطر پیش از همه بهترین دعا را در حق پدر و مادرهامون، یار و برادرهامون، اپا و خواهرهامون، خویش و اقربا و حق و همسایه‌هامون دریغ نداریم و بهترین ذکر، بهترین درود به پیغمبرمون محمد درود خدا بر او دریغ نداریم. و در آخر در حق بنده نیز دعا بکنید که من در حق شما دعا میکنم و گفتنی هستم که دعاتون میکنم فرخنده باشید، همیشه با لب پرخنده باشید. الله متعال دنیا و آخرتی هر یکی ما و شما را آباد و زیبا بسازد. آمین. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله